من ممکنه فرد خیلی باهوشی باشم، حل مثلا بلد باشم، اما اگه نتونم حرف خودم به دیگران انتقال بدم و همراهشون کنم، نمیتونم مسئله حل کنم و با شکست مواجه میشم. سلام، من میلاد منشیپور هستم و راجع به حل مسئله صحبت میکنم. من در این اپیزود میخوام راجع به نحوه بیان و انتقال منظور به عنوان ابزاری برای حل مسئله صحبت کنم. چرا؟ چون ما برای اینکه بتونیم مسئله رو خوب حل کنیم نیاز به انرژی، توان و ظرفیت دیگران داریم و اگه نتونیم فکر خودمون رو به بهترین نحو بیان کنیم و دیگران رو با خودمون همراه بکنیم، به احتمال قوی نمیتونیم حل مسئله بکنیم. ما توی به خصوص ادبیات و زبان فارسیمون و فرهنگ بسیار غنی که داریم، مفاهیم مثل کنایه، استعاره، ایهام و غیره داریم، ولی راستش هیچ کدوم از اونا به درد بیانی که موجب حل مسئله بشه نمیخوره. پس امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم. ما توی اپیزودهای قبلی راجع به رشد صحبت کردیم، استراتژی رشد، چشم انداز و غیره. من به همه اونها دوباره برمیگردم. دلیلی که میخوام امروز راجع به بیان صحبت بکنم اینه که ابزار بسیار مهم و در واقع حائل بسیار مهمی بین ما و ذهن ما و دنیای بیرون و دنیای اطرافمونه و اگه نتونیم این کار رو درست انجام بدیم، بقیه مراحل دچار چالش خواهیم شد. تو این چند هفته با هر کی حرف می‌زدم، با هر دوستی که صحبت می‌کردم، می‌دیدم که این موضوعیه که لازم راجبش حرف بزنیم. پس من دوباره به در واقع مسیر قبلی برخواهم گشت در اپیزودهای آینده. امروز راجع به بیان و نحوه انتقال فکرمون به دیگران می‌خوام صحبت بکنم. من در اغلب موارد دیدم کسانی که نمیتونن منظور خودشون رو خوب بیان کنن، مشکلشون از فن بیان نیست، از فکر کردنه. یعنی یا درست فکر نکردن و نمیکنن، یا فکرشون رو تکمیل نکردن و شروع به بیان میکنن. بارها دیدیم دیگه، از محاوره‌های عادی دیدیم تا وایس مسیج‌های سوشال میدیا و واتساپ دیدیم که یه نفر همینطور که داره حرف میزنه در حینش داره هی فکر میکنه و داره دائما فکر میکنه و یه صحبت‌های طولانی میکنه، شرق و غرب و مثال‌های مختلف و دلایل مختلف به هم دیگه وصل میکنه و این میشه بیان. خب طبیعتا کسی که این وسط به نتیجه نمیرسه کسیه که داره میخواد فکر خودش انتقال بده، به خاطر اینکه طرف مقابل منظورش رو نمیگیره. پس یک اینه که اگر ما نمیتونیم درست حرفمون رو بیان بکنیم، به احتمال خوبی داریم درست فکر نمیکنیم، یا کافی فکر نمیکنیم، یا کامل فکر نمیکنیم، یا ساختار یافته فکر نمیکنیم. یه مفهوم کلی میخوام بگم، بعد میریم وارد مثال ها میشیم. ما معمولا وقتی داریم فکر میکنیم، پروسه‌ای که طی میکنیم پیرامیدی هست که میایم، یعنی یک هرمی هست که میایم از مشاهدات و ادله و تحلیل ها و داده ها شروع میکنیم. بین اون داده ها، تحلیل ها و مشاهدات میرسیم به یه سری الگوهای مشترک و از اون الگوهای مشترک یه سری نتیجه گیری میکنیم و به اصطلاح به یه سری آرگومنت یا یه سری ادله و استدلال میرسیم و بعد از اون ادله و استدلال میرسیم به یک نتیجه گیری و یک جواب و یک فکر نهایی. اکثر افرادی که من در اطراف خودم میبینم همینطوری بیان میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان از اون ادله و مشاهدات شروع میکنن، بعد میرسن به استدلال ها و آرگومنت ها و بعد میرسن به جواب نهایی. این روش بسیار غلطی برای انتقال مفهوم است. پیرامید باید دقیقاً برعکس باشه. شما وقتی که با این روش به استدلال و جواب و راه حل مسئله رسیدید، باید به نحوه برعکس بیانش بکنید. یعنی اول جواب رو بگید، بعد برسید به استدلال ها و بعد به دلایل، دیتا ها و در واقع اون مشاهداتی که پشتیبانی میکنه و ساپورت میکنه اون استدلال های شما رو. انتقال فکر و بیان مؤثر در جهت حل مسئله برای هر کسی لازمه. به عنوان یه فرد وقتی من میخوام با خانواده خودم یا با دوستان خودم یک موضوعی رو مطرح کنم و پیش ببرم، اگه درست بتونم این کارو بکنم، اونا رو همراه میکنم. اگه همراهشون بکنم کارم راحت‌تره، اگه همراهشون نکنم به مشکلات متفاوتی میتونم بر بخورم. به عنوان یک صاحب کسب و کار، مدیر رده میانی یا مدیر خیلی سینیور، من باید بتونم فکر خودم رو، حالا به اون فکر رو به هر روشی که بهش رسیدم، به دیگران انتقال بدم که بتونم از ظرفیت‌های اونها استفاده بکنم، بتونم پشت خودم داشته باشم و بتونم در واقع در طول مسیر سخت و مسیری که همه مؤلفه‌هاش رو از اول نمیدونیم، بتونم دیگران همراه خودم داشته باشم. اگه دیگران همراه خودم نداشته باشم، من یک نفرم و یک نفره انقدر رو نمیتونم کار انجام بدم به عنوان یک مدیر.
به عنوان یک در واقع مدیر کلان کشور، یک سیاستمدار، دقیقا همینطوره. اگر من فکری رو دارم باید بتونم این رو بیان کنم، دیگران همراه خودم بکنم و به دیگران انتقال بدم. حالا اون دیگران یا مردم منن یا کشورهای دیگه یا مردم جاهای دیگه که باید بتونم این انتقال مفهوم رو بدم. اگر نتونم این کارو بکنم به مشکل برمیخورم و مسئله رو نمیتونم حل بکنم. یه الگوی ساده با هم طراحی بکنیم که چطور مفاهیم ذهنی و چیزی که تو ذهنمون داریم و راه حل مسئله رو بتونیم به دیگران انتقال بدیم. اول فکر بکنیم، بعد شروع کنیم انتقال مفهوم و صحبت کردن با دیگران و همراه کردن دیگران. اگر زود این کارو بکنیم دیگران رو از دست دادیم و همراهیشون رو از دست دادیم و شانس خودمون رو سوزوندیم برای اینکه این کارو انجام بدیم. پس اول فکر. دو، در انتقال مفهوم از جواب شروع کنیم نه از تحلیل. جواب رو اول بگیم، answer first. اول جواب رو بگیم و بعدا وارد بقیه لیول ها بشیم. سه، حواسمون باشه که آدم ها 10 تا 15 تا 20 تا دلیل و ادله رو نمیفهمن. پس سعی کنیم مفاهیمی که تو ذهنمون هست در 3 تا 4 تا 5 تا موضوع تقسیم بندی بکنیم، گروه بکنیم، تجمیع بکنیم و اینطوری در واقع مفهومی که میخوایم رو بیان بکنیم. و 4، نحوه بیانمون رو تنظیم بکنیم، نه با خودمون بلکه با کسی که قراره باش در واقع کامیونیکیت بکنیم و قراره باش حرف بزنیم و قراره اقناعش بکنیم، قراره همراهش بکنیم در مسیر حل مسئله خودمون. خب هر کدوم از اینا شروع کنیم باز کردن. اول فکر کردن. بارها و بارها دیدیم که یه نفر میاد شروع میکنه با ما حرف زدن و در همین حینی که داره حرف میزنه شروع میکنه فکر کردن و دلایل مختلف رو میگه. حتی بعضی وقتا حرفایی که خودش با خودش میزنه ممکنه با هم در تضاد و تعارض باشن و اینطوری اولین برداشتی که فرد میکنه اینه که خب تو خودت نمیدونی چی میخوای بگی، فکرت کامل نیست، پس من رو به عنوان کسی که قراره همراه بشم از دست دادی. به همین دلیلی که میگم در اغلب موارد افراد وقتی نمیتونن خوب کامیونیکیت کنن، خوب انتقال مفهوم بدن، احتمالاً خوب فکر نکردن و خوب فکر نمیتونن بکنن و این یک نشانه مهمه. یعنی هر وقت خودتون احساس کردید که لکنت بیان دارید یا نمیتونید بنویسید یا نمیتونید یک وایس بذارید یا نمیتونید پرزنت بکنید و حرفتون احساس میکنید حرفتون رو آدم ها نمیگیرن، اول به خودتون شک کنید. فکر نکنید که طرف مقابل نمیدونم گیرایش کمه یا توجه نمیکنه یا چرا نمیفهمن. احتمال قوی مشکل از خود منه که به اندازه کافی فکر نکردم یا عمیق فکر نکردم و نتونستم مطلب خودم انتقال بدم، نه برعکس. پس نکته یک. دومی اینه که اول از جواب شروع بکنیم. من یه پروژه به ذهنم میرسه، خیلی موارد زیادی شبیه میتونیم پیدا بکنیم. یه پروژه معدنی بود سال 2014 اگر اشتباه نکنم که با بزرگترین شرکت معدنی دنیا که شرکت استرالیایی بود، بزرگترین پروژه معدنی دنیا در اون سال که 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یه معدن پتاس در آمریکای شمالی بود رو میخواست تصمیم به ادامه سرمایه‌گذاری بگیره یا توقفش. 1.5 میلیارد دلار تا اون لحظه سرمایه‌گذاری کرده بودن و قرار بود فکر کنن که 13-14 میلیارد دلار بقیه رو سرمایه‌گذاری کنن یا نه، که از ما به عنوان BCG استفاده کرده بودن و ما این پروژه رو داشتیم انجام میدادیم برای تصمیم گیری ادامه سرمایه‌گذاری یا عدمش. خب طبیعیه در یه بازه 6-7 ماهه کلی تحلیل و آنالیز و استدلال و غیره ما فراهم کردیم. یه تیم 8-9 نفری از آنالیست‌های مختلف و در واقع متخصصین مختلف بودن و رسیده بودیم به یک جمع‌بندی و نتیجه گیری که این جمع‌بندی این بود که به ادامه سرمایه‌گذاری باید ادامه داد و این معدن رو ساخت. حالا یک روش بیان این در واقع نتیجه گیری اینه که ما بیایم از تحلیل ها شروع کنیم. یعنی بیایم تحلیل های مختلف، تحلیل ها از چه جنسی بود؟ یه سری تحلیل های بازار فروش مصرف بودش، یکی سری تحلیل ها مربوط به این بودش که اصلا چطور عملیات انجام بده، چجوری حفاری انجام بشه، هزینه حفاری چجوریه، کجاش اصلا میدونیم که میشه حفاری کرد، کجاش نمیدونیم میشه حفاری کرد. یه بخش انتقال اون مواد بود که اینها باید انتقال پیدا کنه از معدن، یه مسیر دوری باید یه راهنی ایجاد میشد، یک بندری ایجاد میشد، همه اینها برن اونجا و فروش صورت بگیره و غیره. یه روش اینه که بیایم از اینا شروع کنیم. یعنی بیایم شاید مثلا
نه هزاران، شاید مثلا 700 800 صفحه تحلیل رو اول بیایم پرزنت بکنیم و به نتیجه گیری برسیم. هیچ کس به ما توجه نمیکنه. هیچ مدیر ارشدی یا هیچ فردی که میخواد در واقع همراه شما بشه در هر لایه‌ای که میخواد باشه، به اون تحلیل‌ها گوش نمیده. آدم‌ها معمولا یک داستان رو به عنوان یک پازل میبینن. اگه اون داستان تیکه‌های مختلفش با هم جور در بیاد، اونو میپذیرن. اگر جور در نیاد، نمیپذیرن. برای اینکه اون تیکه پازل رو بتونید در ذهن آدم‌ها شکل بدید، اول کلیت پازل رو باید نشون بدید. یعنی چی؟ یعنی اول از جواب شروع کنید. جواب اول. خب ما چجوری اینو کامیونیکیت کردیم و انتقال دادیم؟ اینی که سرمایه گذاری در این معدن با فرض 13 میلیارد سرمایه گذاری در آینده درست است و این میزان بازدهی خواهد داد با ریسک قابل قبول. این جواب است. با یه جواب شروع میکنیم. طرف مقابل به ما جذب میشه و ذهنشو داریم و حواسشو داریم و میریم بقیه. حالا مرحله بعدی هم باز ما میتونیم بیایم ساعت‌ها دوباره تحلیل و اویدنس و شواهد و در واقع عدد و رقم و اینها نشون بدیم. ولی باید بیایم اینو گروپشون بکنیم. باید بیایم ترکیبشون بکنیم، تبدیلشون بکنیم به چند دسته آرگومنت یا استدلال مشخص که در یه همچین پروژه‌ای 3 دسته استدلال وجود داشت. یکی بازار فروشه، 2 ریسک و فیزیبیلیتی یا امکان پذیری عملیاتیه و 3 بحث تامین مالی و ایجاد در واقع ریسورس مالی برای فایننس کردن پروژه است. که وقتی این ستا رو کنار هم دیگه میذاریم، یعنی وقتی میرسیم به اینی که این در واقع تولید این معدن پتاس قیمتش در آینده این شکلی خواهد بود و این میزان در واقع درخواست در سرتاسر دنیا برش هست، پس میتونیم بفروشیم. از در عملیاتی که باز خودش چند دسته در واقع زیر مجموعه داره، به نظر میاد که ریسک قابل قبولی داره عملیات و قابلیت اجرا داره. از نظر تامین مالی به نظر میاد در این مدت زمانی که معدن رو در واقع میخوایم بسازیم که 10 سال طول میکشه، تامین مالی به این ترتیب انجام میشه. با این ستا باز طرف مقابل میفهمه اوکی، همه چیز به نظر دیده شده، یعنی چیزی خارج از در واقع این 3 گروه وجود نداره. به این برمیگردم و توضیح میدم که چطور این گروه بندی انجام بشه. و وقتی اینجا اینطوری توضیح میدم، بعد وارد لایه بعدی، بسته به این که طرف مقابل چی میخواد بشنوه و براش در واقع چی مهمتره، ما میتونیم هر کدوم از اونها رو یه دابل کلیک بکنیم، بریم پایینتر و اونجا ادله، آنالیز، عدد و رقم، شهود یا هر روشی که ما رسیدیم به اون استدلال رو بیان بکنیم که طرف مقابل بتونیم با خودمون همراه بکنیم. حالا تیکه‌ای که اینجا مهمه اینه که انقدر نباید وقتی ما ادله و استدلال رو میاریم انقدر زیاد باشه که طرف رو گم بکنیم، یا انقدر کم باشه که طرف مقابل احساس کنه که به اندازه کافی فکر نکردیم. یه مثال فردی بزنم. من یه تازه فارغ التحصیل مثلا 21-22 سالم، میخوام برم خارج از ایران. میخوام برم با پدرم صحبت کنم که به هر دلیلی پدر خودم همراه کنم توی این مسیر. حالا یا این همراهی اینه که میخوام ازش کمک مالی بگیرم، یا اینکه حداقل مخالفت نگیرم، یعنی پدرم اجازه بده که این مسیر رو برم، من توی این مسیر سختی که در پیشم هست حداقل مخالفت خانواده‌مو نداشته باشم. یه روش اینه که برم پیش پدر و بگم که یا مادر، این در واقع مثالی بودی که خودم من داشتم، یعنی موقعی که 22 سالم بودم می‌خواستم از ایران برم، تقریبا یه همچین محاوره‌ای با مادرم داشتم. این که مادر، من ناامید شدم و باید از کشور برم. این یه لایه است. یه لایه دیگه اینه که من بیام 20 تا از مشکلات روزمره و هفتگی و ماهانم رو بیام و هم در واقع اونجا لیست کنم و بگم که مادر، من درآمدم کافی نیست، بیرون تو خیابون راه میرم اونطوری که دلم میخواد نمیتونم زندگی کنم، ورزش کنم، کار کنم، رفت و آمد کنم. دوستام هم اصلا دیگه نمیفهممشون، اصلا دیگه باشون ارتباط نمیتونم برقرار کنم. راستش با شما هم که دارم توی خونه زندگی میکنم اذیتم دیگه، بستم. 22 سالم، باید برم یه جای دیگه. دیروزم رفتم، نمیدونم مثلا لپتاپم خراب بود، رفتم در مغازه اینطوری با من برخورد کرده و یه 20 تا دلیل از اینکه چقدر زندگی در ایران سخته بیارم. در هر دو حالت پدر من یا مادر من احساس میکنه که من از روی احساس و با دلایل غیر کافی دارم این حرفو میزنم. وقتی فقط میگم که من ناامیدم و دیگه امیدی به این کشور ندارم، احتمالاً ریاکشن مادر یا پدر اینه که خب بذار یه ماهی صبر کن، 2 ماهی صبر کن، 3 ماهی صبر کن، یه سفری بریم، یه ذره آرامش پیدا بکنی، ناامید میره. وقتی راجع به 20 تا موضوع مختلف صحبت میکنم،
طرف مقالم گم میشه که موضوع اساسی چیه، چون خیلی از اون دلایل احتمالاً دلایل مهمی نیستن، بعضی اون دلایل قابل رفعی ان، ولی چند تاش دلایل مهمی ان. ولی یه جور دیگه که من میتونم این بیان کنم اینه که بیام بگم مادر یا پدر، من میخوام از ایران برم به این دلیل که فکر میکنم با توجه به درسی که خوندم و درآمدی که دارم احتمالاً مینیمم زندگی خودم رو نمیتونم در از 5 سال آینده تامین کنم. دو اینه که به طور مشخص من استعداد فرض کنید نمیدونم در علوم اجتماعی استعداد خیلی خوبی دارم، در ایران بهش نیازی نیست، در صورتی که در یک کشور دیگه بهش نیاز هست، پس میتونم استعداد خودم رو شکوفا کنم. سه اینه که من به عنوان این در واقع مسیر و رفتن از ایران به عنوان یک موضوع مقطعی نگاه میکنم و میرم تجربه کسب میکنم و احتمالاً دوباره برمیگردم پیش شما. با این سه تا دلیل جوری که مادر یا پدر خودم رو راضی میکنم بسیار متفاوته از اون دو شکل دیگه، اینی که یه حرف کلی بزنم یا حرف با جزئیات زیاد بزنم. حالا جالبه، خوبه که بدونید همین اتفاق در آدم‌های خیلی سینیوری که شاید برای ماها غیر قابل تصور باشن اتفاق میفته. من بارها میرفتم توی جلساتی که حالا جمع میکردن بعضی از تصمیمات حاکمیتی و وزرا و اینها و صاحبان شرکت‌ها و صنایع خیلی بزرگ جمع می‌شدن، به خصوص صاحبان شرکت‌هایی که یه ذره قدیمی‌تر هستن، مثلا یکی دو تاشون همین الان تو ذهنمه که بزرگترین شرکت‌هایی که میتونید تصور کنید در کشور متعلق به ایناست. و وقتی گفته میشد که به ما بگید مشکل چیه که حل بکنیم، فارغ از این که اصلا اون وزیر یا صاحب منصب قصد حل مشکل رو داشت یا نه، یعنی بذاریم کنار فرض کنیم که قصدش رو داشت یا قصد داشت که بفهمه، که حداقل بفهمه موضوع از چه قراره. من می‌دیدم که مثلا بعضی از این همکاران ما میان یه لیست 20 تایی از موضوعات مختلف رو که اصلا در یک درجه اهمیت نبودن، بعضیشون اصلا مهم نبودن، بعضیشون با بقیه‌شون در واقع در کانفلیکت و در تضاد بودن، بعضیشون مشابه یک سری دیگه بودن، اینا رو لیست می‌کردن در یک جلسه فرض کنید عمومی. خب کسی که داره اینو میشنوه هیچی نمیفهمه. طبیعتا وقتی هیچی نفهمه، اگرم بخواد کاری بکنه یا اگرم بخواد در واقع اکشنی برداره و کار مفیدی انجام بده، اصلا نمیدونه راجع به چی باید این کار انجام بده. پس اون مثال رفتن خارج از ایرانی که میزنیم روزانه برای در واقع کسب و کارها هم اتفاق میفته، برای مدیران ارشد هم اتفاق میفته، برای در واقع حالا صاحبین منصب و سیاستمداران و در واقع تصمیم گیران کلان کشور، اون که دیگه وضعش افتضاحه. یعنی مثلا میبینیم مثلا حرفی نمیزنن، یعنی استدلالی نمیارن، هیچ کدوم از اینا رعایت نمیکنن، نه از جواب شروع میکنن نه استدلال به اندازه کافی میارن. و معمولا ما میبینیم که تصمیم گیران کشور حرفهای بسیار دو پهلو میزنن. بعضا ممکن آدم‌ها فکر کنن این روش سیاسیه، ولی اینطور نیست. در کشورهای پیشرفته و ادوانس‌تر افراد تصمیم گیر کلان کشور حرفهای خیلی روشن و واضحی میزنن، جز مواردی که باید این کارو بکنن به دلیل در واقع بحث‌های محرمانگی که وجود داره، حرفای روشنی میزنن. ولی ما میبینیم که بعضا تصمیمگیران کلان ما یه چیزی میگن که همه طیف‌های سیاسی ازشون برداشت‌های متفاوتی میکنن. اونی که افراطی اینور حرفو به نفع خودش میبینه، اونی که افراطی اونور دقیقاً 180 درجه برعکس حرفو به نفع خودش برمی‌داره. که این یعنی چی؟ یعنی اون انتقال مطلب کلا درست کار نمیکنه. فرض میکنیم که در واقع اون تصمیم گیر کلان میخواد مسئله رو حل بکنه و میخواد دیگران رو با خودش همراه بکنه، چون در خیلی از موارد اینطور است. در بعضی موارد نه، میخوان حرفای دو پهلو بزنن، اونو میذاریم کنار. و در مواردی که میخوان افراد رو همراه خودشون کنن، میبینیم حرفای دو پهلو میزنن که هیچکس نمیفهمه اصلا در واقع چی گفته شده. خب پس مورد دومی که صحبت کردیم اینه که ما باید در واقع دلایل خودمون رو بیایم گروه کنیم و تبدیلش بکنیم 3 تا 4 تا 5 تا گروه مشخص و اینها رو بیان بکنیم. حالا راجع به همین مثال شخصی که نگاه بکنیم، میبینیم که اگر من فکرم درست نباشه، یعنی فکرم کامل نباشه و تصمیمی که برای مهاجرت گرفتم تصمیم قابل اتکایی نباشه و فکر کافی پشتش نباشه، به احتمال قوی نمیتونم این انتقال بدم. یعنی اصلا حرفی برای گفتن ندارم. پس اینجاست که برمیگردیم که اگر من فکر درست کرده باشم، انتقال دادنش کار خیلی سختی نیست با همین روشایی که حرف میزنیم. ولی اگه فکر کامل رو نکرده باشم، نمیتونم چیزی رو انتقال بدم. پس یه بار دیگه میگیم، اگر من احساس لکنت زبان میکنم، احساس میکنم دیگران حرف من نمیفهمن، در اغلب موارد به این برمیگرده که من کافی فکر نکردم. به اندازه کافی فکر نکردم، فکرم عمیق نیست. نکته چهارم که گفتیم اینه که
انتقال مطلب رو با گیرنده باید تنظیم بکنیم، نه بر اساس خودمون. یعنی چی؟ یعنی جوری مطلب رو انتقال بدیم که به دل طرف مقابل بشینه، نه اینکه جوری بیان کنیم که احساس کنیم که من که بهترین کار رو در انتقال مطلب انجام دادم. باز مثال فردی بزنم، من باز مثال مهاجرت میخوام بزنم. فرض کنید که یه زوج، خانوم میخواد همسرش رو که دلایل زیادی برای رفتن از کشور نداره راضی کنه که ما باید مهاجرت بکنیم. طبیعتا یک خانوم در ایران زندگی ممکنه سختری داشته باشه از نظر حرفی، از نظر روابط اجتماعی و غیره نسبت به یک مرد و احتمالا این دلیل خیلی عمده ایه. ولی اگه من میخوام همسرم رو راضی بکنم باید اینو متوجه باشم که همسر من که یه مرده تا یه حدی این موضوع رو میفهمه. یک مرد در واقع مشکلات حرفه‌ای یک خانم در کشوری مثل ایران و کشورهای مشابه متوجه نمیشه. پس یه میزانی من وزن باید رو این بذارم و از دید اون در واقع طرف مقابلم که همسرمه که یک مرد مطرح بکنم و حواسم باشه که احتمالاً تو ذهن اون برعکسه. یعنی تو ذهن اونه که اگه من مهاجرت کنم برم یه جای دیگه مشکل کاری دارم، موقعیت اجتماعی ما از دست میدم، درآمدم پایین میاد، دوباره بعد از صفر شروع کنم. یعنی دقیقاً برعکس چیزی که برای من مهم است. پس حواسمون باشه که اگه من میخوام طرف مقابل رو همراه خودم بکنم باید از دید اون نگاه بکنم و بدون با رعایت صداقت، با رعایت در واقع فکت و ادله و استدلال جوری بیان کنم که طرف مقابل چیزهایی رو اول ببینه که براش مهمه. در کسب و کارها هم همینه. وقتی مثلا فرض کنید من میخوام مثال تو بورس رفتن تپسی رو بزنم و خیلی پروژه پیچیده‌ای بوده و ذی‌نفعان مختلفی هم باش درگیر بودن. 3 تا ذی‌نفع بخوام بگم، یک ذی‌نفع بدنه اقتصادی و بازار بورسه که اینا یک نگاه اقتصادی دارن، یک ذی‌نفع در واقع رگولاتور و تنظیمگره که یک موضوع دیگه رو در واقع در نظر میگیره و یک ذی‌نفع سهامدار خود شرکته، سهامداران و پرسنل و مدیران شرکت هستن. هر کدوم از اینا یک چیز متفاوتی براشون مهمه. راجع به یک موضوع داریم صحبت می‌کنیم، یعنی راجع به بازار بورس رفتن یک شرکت داریم صحبت می‌کنیم که اتفاقی که پیچیده است، طولانیه، سخت، ریسک داره و من باید هر 3 تا گروه ذی‌نفع و همراه خودم داشته باشم وگرنه وسط راه میمونم. ولی وقتی به بدن اقتصادی نگاه میکنم میبینم اون چیزی که براش مهمه یه چیز بیشتر نیست، اینه که این شرکت تداوم عملیاتی خواهد داشت، درآمدش ساستینیبل، اگر مثل تمام شرکت هایی که من میشناسم صاحب کارخونه و زمین و نمیدونم در واقع تنجیبل اسست یا به قول معروف دارایی مشهود نیست، اگر اینو نداره اون دارایی نامشهودش من باید راضی بشم و به اندازه کافی دلیل بشنوم که این شرکت ورشکست نمیشه، این شرکت از بین نمیره، این شرکت هوا نمیره. یه دفعه یه شرکت دیگه نمیاد در عرض مثلا یه اوبری نمیاد در عرض مثلا 6 ماه شرکت رو جایگزین بکنه یا شرکت رو ورشکست بکنه. اگر به تنظیمگر نگاه میکنم اون چیزی که براش مهمه اینه که شفافیت وجود داشته باشه، اینه که مدیریت ادامه پیدا بکنه، حمل و نقل شهری دچار اخلال نشه اگر در واقع وارد بازار بورس میشیم و ممکنه مدیران تغییر بکنن. چیزی که براش مهمه در واقع شفافیت و تداوم عملیاتی حمل و نقل شهری است. چرا؟ چون اونور باید مسئولیتش رو بپذیره و پاسخگوش باشه. پرسنل و مدیران شرکت بحث دیگه براشون مهمه، اینی که اگر وارد بورس بشیم من اگر سهامی دارم تو این شرکت یا اگه درآمدی دارم بدون سهام چه اتفاقی برای من میفته؟ آیا درآمدم افزایش پیدا میکنه؟ آیا ارزش سهامم بیشتر میشه؟ نقد شوندگی سهامم بیشتر میشه یا نمیشه؟ و این موضوعی که براش مهمه و بقیه موارد براش موضوعیت کمتری دارن. پس حواسمون باشه که حرفی که میخوایم بزنیم برای شنونده تنظیم بکنیم، نه چیزی که خودمون دوست داریم بگیم. ما بارها دیدیم که ما حرفایی که میزنیم هی انگار سرمون رو داریم به یه صخره سختی میزنیم در طرف مقابل. چرا؟ چون همش از دید خودمون فکر میکنیم و با دید خودمون بیان میکنیم. در مورد تنظیم کردن بیانمون و گفتارمون با شنونده و استدلالمون با شنونده این مثالی به ذهنم رسید که جالب و بامزه است، البته در زمان خودش ترسناک بود. ما سال 1401 یا 2 در تپسی سرویس مدرسه رو اندازه کردیم. یه مشکل اساسی بود که سالها بود و تا همین الان درست حل نشده و پدرها و مادرها و بچه‌ها و مدارس و همه دچار مشکل بودن و هستن و ما تصمیم گرفتیم وارد این حوزه بشیم و این مشکل حل بکنیم.
و خب خیلی کارهای فنیشو انجام دادیم، کارهای دیتا ساینسیشو انجام دادیم، عملیاتش انجام دادیم، قیمت گذاری رو انجام دادیم و اعلام کردیم و ثبت نام کردیم و پول رو دریافت کردیم از مردم. یه اشتباه کردیم و اونم این بود که اصلا فکر نمی‌کردیم اینقدر تقاضا وجود داشته باشه و موقعی که تقاضا اومد فکر می‌کنم 7-10 برابر ظرفیتی بود که ما میتونستیم در واقع سرویس بدیم و پول‌ها رو دریافت کردیم. طبیعتا فاصله همین اتفاقات هم در عرض مثلا 2-3 هفته بود تا در واقع اول مهر شد ما نتونستیم درست سرویس بدیم. یعنی نتونستیم درست سرویس بدیم این بود که خب راننده‌ها درخواست‌ها رو قبول نمی‌کردن با اون قیمتی که ما گذاشته بودیم و خب شهر دچار بحران شد و این موضوع تا آخر مهر طول کشید. ما 1 ماه طول کشید تا تونستیم مشکل تا حدی در واقع حل بکنیم و شروع هم کردیم در واقع برگردوندن پول افرادی که به ما پول داده بودن و نتونسته بودیم بهشون سرویس بدیم. خب خیلی اتفاق بدی بود دیگه، در مجموع اتفاق خیلی بدی. حالا اتفاق بدترش این بود که من موقع مدیر عامل تفسیر بودم و یه دفعه از صدا سیما سخنگوی قوه قضاییه، معمولا احضار چجوریه، اینه که یه نامه میاد توی سنا و میگن که شما احضار شدی باید بری دادگاه مثلا در مورد موضوع فلان جواب بدی. یه دفعه توی صدا سیما سخنگوی قوه قضاییه منو از اونجا احضار کرد، گفتش که ما مدیر عامل تفسیر رو احضار کردیم و راجع به این اتفاقی که در سطح شهر افتاده حتما مورد بازخواست قرار خواهید داد. خب خودش این که خیلی ترسناک بود و یعنی که یه دفعه به این ترتیب احضار بشیم. رفتم به همراه وکیل در جلسه ای که در واقع احضاری که دادستان حقوق عامه انجام داده بود و رفتیم در اون محل. نماینده آموزش پرورش بود، نماینده شهرداری بود و ما بودیم. خب دادستان که اتفاقا مرد خوبی هم بود، من در آخر جلسه در واقع تا آخر جلسه به این نتیجه رسیدم، شروع صحبتش این بود که پرونده قبلی که من داشتم، یعنی ایشون داشت و وارد کننده فلان کالای گران قیمت و اساسی پول از مردم گرفت و کالا وارد نکرد، من براش درخواست حکم اعدام دادم. خب شروع جلسه اینطوری بود و خب طبیعتا خیلی ترسناک بود و خیلی شروع جلسه بدی بود که یه همچین موضوعی مطرح بشه. و بعد شروع کرد، گفتش که شرکت ها میان پول از مردم میگیرن، سرشون کلاه میذارن و غیره و بقیه. شهرداری صحبتش کرد، آموزش پرورش صحبتش کرد و غیره. خب اونجا من میتونستم به 10 نحوه مختلف فکر خودم رو در واقع بیان کنم و اول از اینجا شروع کنم که بگم آقا مثلا به این دلیل ما از نظر فنی دچار مشکل شدیم، یا اینکه ما سرویسی که دادیم مثلا 47% تونستیم جواب بدیم، مثلا 53% نتونستیم جواب بدیم، یا 53% تونستیم 47% نتونستیم، یا وارد عدد رقم بشم، یا وارد این بشم که شهرداری کار خودش رو به اندازه کافی انجام داد، یا وارد این بشم که آموزش پرورش سال‌هاست این مشکل داشته، حالا که ما اومدیم این کار رو انجام بدیم به جای اینکه از ما تشکر کنید میگید میخواید ممکنه ما رو مثلا حکم درخواست اعدام بدید، که البته بعداً موضوعیت این نبود. اونجا من یه چیز فهمیدم، اینی که طرف مقابلم یک چیز براش مهمه، بیشتر مهم نیست، اینی که من به عنوان شرکت قصد کلاه گذاشتن سر مشتری و سر مردم رو ندارم. پس شروع صحبتم، جواب اول این بود که ما تمام پولها و وجوهی که از مردم دریافت کردیم و ظرف 48 ساعت آینده به همه برمیگردیم. تمام شد. وقتی از این جواب شروع کردم، اون در واقع حالت حاد جلسه از اینی که من در حکم قبلیم اعدام درخواست کردم رسید به این که خب حالا پس بگو داستان از چه قراره. اگر پس هدف کلاهبرداری نبوده، پس بگو موضوع از چه قراره. که بعدش اون وقت رسیدیم به گروه‌های دیگه ای از در واقع استدلال‌ها که خب این بحث فنی، این بحث عدم پشتیبانی شهرداری که قرار بود پشتیبانی کنه، این بحث ناهماهنگی آموزش پرورش و غیره. و با این نحوه بیان که باز موضوعش حل مسئله جدی بود، اگه من این مسئله حل نمی‌کردم دچار مشکل هم خودم هم شرکت دچار مشکل قضایی اساسی می‌شدیم. پس می‌خواستیم این مسئله رو حل بکنیم. پس اونجا رسید به اینی که در نهایت نتیجه گیری جلسه این شد که معلوم شد شهرداری با ما در واقع همراهی نکرده و قرار بوده به ما تاکسی زرد اختصاص بده و نداده. و روز بعدش سخنگوی قوه قضاییه در تلویزیون اومد و اینان همینو گفت، که این جلسه برگزار شد و شهرداری در واقع موظف شد که به تبسیس کمک بکنه که سرویس مدارس در واقع به خوبی سرویس بده. پس بیان ما باید تنظیم بشه با گیرنده،
ما بارها شده که خودمون میگیم که عذر میخوام طرف مقابل خنگ حرف منو نمیفهمه، یا این فرد چرا نمیگیره، یا داره به حرف من توجه نمیکنه، یا من که حرف خودم رو زدم، من کار خودم رو کردم. این روش حل مسئله نیست. این که من حرف خودم رو زدم کافی نیست برای اینکه طرف مقابل قانع کنم. پس طبیعتا کافی نیست که همراه من بشه. پس طبیعتا کافی نیست برای اینکه مسئله من حل بشه. مسئله مال منه، من میخوام مسئله رو حل بکنم. پس این وظیفه منه که جوری که بیان کنم که طرف مقابلم با هر نگرشی، با هر میزانی از هوش و استعداد، با هر میزانی از مشغله و توجه و با هر میزانی از در واقع پیش زمینه فکری و استدلالی و دیتایی قبلی با من همراه بشه. پس این مسئولیت روی دوش منه، نه روی دوش طرف مقابل، روی دوش شنونده. پس یک بار دیگه مرور میکنیم این 4 تا موضوع رو. 1، اول فکر کنیم بعد شروع کنیم انتقال مفهوم. 2، اول جواب رو بگیم به جای اینکه از جزئیات و دیتا شروع کنیم، اول از جواب شروع کنیم. 3، استدلال هامون رو در 3 تا 4 تا 5 تا گروه مشخص بیاریم، نه 15 تا، نه یه لانگ لیست، نه یه لیست بزرگ. و 4، نحوه بیان اون رو طرفی که شنونده و گیرنده تنظیم بکنیم. خب حالا بریم یه لایه پایین‌تر و راجع به نحوه استدلال آوردن حرف بزنیم. معمولا ما جوری به جواب میرسیم به این ترتیبی که اول از شهود، ادله، دیتا، آنالیز شروع میکنیم. یه پترن و یه الگوی مشخص بین اینها در واقع برامون شکل میگیره و اون پترن که شکل گرفت به یک جواب یا نتیجه گیری میرسیم. این روش به اصطلاح پایین به بالای حل مسئله است که البته این روش هم ما توی مسیر حل مسئله میگیم لزوما روش درستی نیست، ولی معمولا ما اینطوری فکر میکنیم. نحوه که میخوام بیانش بکنیم بعد بالا به پایین بشه. اول جواب رو بگیم، استدلال ها، بعد در واقع شواهد، اویدنس ها و دیتا و آنالیزی که داریم. خب باز برمیگردیم به روش حل مسئله. ما گفتیم تو روش حل مسئله هم همین کارو میکنیم، یعنی اول از یه هایپوتز، از یه فرضیه، از یه جواب شروع میکنیم و بعد میایم در واقع میشکنیم به لایه‌های سطح پایین‌تر، یک لایه پایین‌تر، به اصطلاح در واقع اون درایورها یا مؤلفه‌های اصلی یا در واقع دلایل اصلی و هر کدوم رو تحلیل میکنیم و دیتا جمع میکنیم و غیره. وقتی میخوایم بیان بکنیم حواسمون باشه که بعد از اینکه جواب اصلی رو گفتیم و میرسیم به لایه اون 3 تا 4 تا 5 تا استدلال و در واقع فکر اصلی که میخوایم بیان بکنیم، یک الگوی خیلی مشخص باید داشته باشه. به اصطلاح میگن ساختار باید میسی باشه. MECE. میسی یعنی mutually exclusive, collectively exhaustive. یعنی چی؟ خیلی ساده. یعنی این 4 5 تا باکسی که من با من استدلال دارم میگم، تجمیع اینا collectively exhaustive باید باشه، یعنی تجمیعش کامل باشه، چیزی خارج از این 4 5 تا باکس وجود نداشته باشه، همه چیز رو شامل بشه. یه دفعه یه نفر نیاد بگه که پس راجع به این فکر کردی یا نه، اون موضوع ذیل یکی از این باکس ها باشه. هر کدوم از این باکس ها مستقل باشن، اون متغیرهای مستقلی از هم دیگه باشن، به هم ارتباط نداشته باشن. یعنی مثلا وقتی ما 4 تا باکس داریم، یکیش مربوط به مسائل مالیه، یکیش مربوط به مسائل عملیاتیه، یکیش ریسکه، اینها باید با هم دیگه جدا باشن و با هم دیگه هم پوشانی نداشته باشن. اینو باید رعایت بکنیم. در نحوه بیانمون هر چی که داریم میگیم باید به شکل میسی باشه. مثال بزنم راجع به همین مدل و یه بار دیگه با هم دیگه باز مرور بکنیم. معمولا مثال های من مثال فردی، مثال کسب و کار و بیزنس و مثال کلان کشور. متاسفانه در این اپیزود مثال کلان کشور زیاد ندارم بزنم، به خاطر اینکه در مدیریت کلان و تصمیم گیران کلان و در واقع حاکمین اصلا کامیونیکیشن و انتقال مفهومی صورت نمیگیره که من بخوام اونو بیام تحلیل کنم. یعنی در ابتدای کار اصلا حرف نمیزنن، چه با مردم، چه با کشورهای دیگه، چه با هیچ کس. برای همین در این اپیزود من از اون مثال راستش ندارم زیاد بزنم، چون اصلا اون اتفاق نمیافته. پس 2 تا مثال میزنم، یه مثال فردی و یک مثال کسب و کاری. مثال فردی بزنم. فرض کنید من یه دختر خانومی ام، میخوام برم با پدر مادرم صحبت بکنم و بگم که با این آقا پسر من میخوام دوست بشم یا میخوام ازدواج بکنم و به این دلیل من میخوام در واقع این کارو بکنم. یکی که اول قبلش باید خودم خوب فکر کنم. اگه فکر نکنم دارم آینده خودم به فنا میدم. پس باید درست فکر بکنم و اگه درست فکر کنم با احتمال خوبی میتونم پدر مادر خودم با خودم همراه بکنم. 1. 2، اینکه از جواب شروع بکنم.
الکی مثلا فرض کن یه آشنایی الکی و یه مسیج نشون بدم و یه نمیدونم حالا این دوست همکلاسی دانشگاه هم هست و اینا، نه، من با این فرد میخوام دوست بشم یا میخوام ازدواج بکنم. پس از جواب شروع بکنم. 3 بیام دلایل خودم رو در یه ساختار میسی، ساختاری که با هم اوورلپ نداشته باشن و مجموع استدلال ها من استدلال های کاملی باشه و همه چیز رو در خودش ببینه، مفهومم بیان کنم. و 4 با توجه به شنونده همین تنظیم کنم. با مادرم یه جور حرف بزنم، با پدرم یه جور حرف بزنم، با برادرم یا خواهرم یه جور دیگه حرف بزنم. شروع میکنیم. من به عنوان دختر خانم میگم که من با آقای فلان اینجا مهمه، میخوام دوست بشم، میخوام ازدواج کنم. چی؟ جواب چیه؟ این چیزیه که باش شروع میکنم، چون هر کدوم از اینا یه مسیر متفاوتی داره و استدلال های متفاوتی داره. تیکه مهم میرسم به استدلال. وقتی میخوام استدلال بکنم میتونم همه چیز رو به احساسات ربط بدم. بگم من این فرد رو دوست دارم. ریاکشن پدر اینه که دوست داشتن کافی نیست، ریاکشن مادرم یه چیز مشابهی و اونجا جواب قفل میشه. ولی میتونم اینطوری استدلال کنم. میتونم بگم که اگر درست فکر کرده باشم، میتونم بگم که یک، من این فرد رو دوست دارم، پس احساسی بهش در واقع وابستم و احساس میکنم که باهاش خوشحالم. 2، فکر میکنم از نظر اجتماعی، تحصیلات، کار به من میخوره و در یک سطح هستیم یا در سطحی هستیم که مناسبه، یکی بالاتر یکی پایینتر خیلی مهم نیست، در سطحی هستیم که مناسب هم دیگه هستیم. 3، از نظر خانوادگی، تربیت، عقاید، فرهنگ و رسم و رسومات خانواده‌هامون با هم جور در میان، پس مشکلی هم از اون جهت نخواهیم داشت، به خصوص وقتی مثلا راجع به ازدواج داریم صحبت میکنیم. اگه راجع به دوستی داریم حرف بزنیم اهمیتش کمتر میشه. 4، نگاهمون با آینده و برنامه آیندهمون هم یکیه، شبیه همه. حداقل چیزی که امروز میفهمیم اینه که شبیه هم فکر میکنیم. این 4 تا میتونه وزنهای مختلفی داشته باشن. میتونه یکیشون مثلا فرض کنید این دست فرهنگ خانواده اگه دارم راجع به دوستی صحبت میکنم 10% اهمیت داشته باشه، ولی به هر حال جزء موارد هست. احساس نمیتونه 90% باشه، وگرنه از دست میدم در واقع اون کسی که قرار همراه خودم میکنم که میشم پدرم مادرم. پس با این 4 تا استدلال اتفاقی که میفته اینه که طرف مقابلم میفهمه تو به همه چی فکر کردی، کامله، همه چی رو دیدی و درست هم در واقع استدلالت داری بیان میکنی و به نظر میاد کل پازل با هم جور در میاد. حالا میریم وارد یه مرحله بعدتر میشیم. مثلا فرض کنید برای پدر احتمالاً اون وضعیت اجتماعی و درآمد و کار مهمه. سوال میپرسه کارش چیه، درآمدش چقدره، تحصیلاتش چیه، از کجا مطمئنی که مثلا آدم خودساخته‌ای هست یا نه و غیره. مادر احتمالاً میاد راجع به احساسات یه لایه میاد پایین‌تر، مطمئنی هیجان نیست، مطمئنی در واقع احساس واقعیه، چند وقت با هم در ارتباطی، با هم چه تجربیاتی داشتید و غیره. پس این یه لایه میاد پایین‌تر و وارد یه مرحله پایین‌تر میشه و اینطوری شما میتونید با توجه به آدینستون که پدر باشه یا مادر باشه این تنظیم بکنید. یه مثال بزنم از بیزنس. یکی از سخت‌ترین پروژه‌ای که انجام دادم، پروژه برای یک شرکتی به نام، حالا اسمش نگیرم بهتره، این بطری‌های آب و نوشابه پلاستیکی که داریم دیگه، کوچیکا 300 cc هستن تا 1 لیتر اینا توسط یه ماشین به اصطلاح اینجکشن مولدینگ تولید میشن که یه قطعه پلاستیک کوچیکی به نام PET میاد تو اون دستگاه و این باد میشه. این دستگاه انگار اینو بادش میکنه و تبدیل میشه به بطری و حالا سرش هم پیچ میزنه و کارهای دیگه انجام میده. 90% این بطری ها، حداقل تا اون سالی که من این پروژه رو انجام دادم که برمیگرده به سال 2015-16، 90% این بطری توسط یک شرکت تولید میشد در آمریکا، یک شرکت آمریکای شمالی، که 90% بطری دنیا توسط ماشین‌های تولید میشد که این شرکت تولید میکرد. و ما استخدام شده بودیم توسط این شرکت که سهم بازار رو افزایش بدیم یا درآمد این شرکت رو افزایش بدیم. 90% سهم بازار دنیا می‌خواین افزایشش بدیم. و خیلی پروژه سختیه و هیچ راهی نداشتیم جز اینکه اینطوری فکر کنیم و اینطوری بخوایم کامیونیکیت بکنیم و انتقال مفهوم بدیم. خب قدم اول این بود که ما بریم مثلا سراغ شرکت‌های در واقع مصرف کننده این دستگاه که میشد تولید کنندگان سراسر دنیای کوکاکولا، آبهای معدنی، آب میوه ها و غیره و غیره، و با اینا حرف بزنیم و ازشون سوال بپرسیم. سوال پرسیدن بخشی از حل مسئله است و سوال پرسیدن هم
عین اقناع کردن نیازمنده که شما ساختار ذهنی داشته باشید که درست بتونید سوال بپرسید. یه روش این بود که ما میرفتیم سراغ این صاحبان کارخونه. مثلا من یادم یه صاحب کارخونه تو عربستان زنگ زدیم، یکی کانادا زنگ زدیم، یکی امریکا، اروپا و همه جای مختلف و شرق آسیا. یه سوال اینه که آقا تو راضی هستی یا نه؟ چرا بیشتر نمیخری؟ مثلا این دستگاه چطوره؟ مثلا خوشت میاد از این دستگاه؟ چرا دوتا نمیخری؟ خب این به هیچ جایی نمیرسه. یه روش سوال پرسیدن که از روش حل مسئله است اینه که بشکنیم. ما شکوندیم مسئله رو و گفتیم که خب الان من به عنوان صاحب کارخانه احتمالا این موارد برام مهمه. یک، هزینه دستگاه است. هزینه دستگاه در طول عمرش دیگه، یعنی هزینه دستگاه و اینی که هر چند وقت یه بار بعد عوضش بکنه، پس این میشه میزان سرمایه گذاری که من برای خرید این دستگاه لازم دارم. دو، تأثیری که روی تولید، نرخ تولید، تعداد تولید و کیفیت تولید داره، پس بهره وری یا باکس دیگه است. سومی، چون خیلی انرژی مصرف میکنه، مصرف انرژی و هزینه‌ای که داره برای تولید در واقع اون بطری ها من استفاده میکنم، بحث مصرف انرژی. چهار، فضایی که اشغال میکنه و اینی که این چقدر فضا میگیره من توی کارخونم، چقدر باید به این فضا انتقال بدم، کارخونه بزرگتری باید داشته باشم، کوچیکتری باید داشته باشم، که اینم باز برای در واقع تولید کننده مهمه. و پنج، هزینه نگهداشت این دستگاه است و اینی که چقدر من باید هزینه صرف کنم که قطعاتش عوض بکنم، خراب میشه چجوری مینتینش بکنم و غیره. خب ما اینها شروع کردیم پرسیدن و اگر از این ساختار استفاده نمی‌کردیم به جواب نمی‌رسیم. در عرض 2 هفته به این جواب رسیدیم که 4 تا مورد اول اهمیتی ندارن. انرژی مهم نیست، هزینه نسبت به بهره‌وری که نسبت به در واقع بهره‌وری که برای ما ایجاد میکنه کافیه، انرژی مشکلی نیست، فضا مشکلی نیست و موضوع قطعات. و موضوع به این جنبندی رسیدیم که این دستگاه‌ها که دستگاه بسیار گران قیمتی هستن، قطعاتشون هم به تبعش گران قیمت هستن، اکثر تولید کننده از یه جایی به بعد سعی میکنن از قطعات غیر اوریجینال خودشون استفاده کنن. مثلا قطعات عظیمی هم داشتن، بزرگی هم داشتن، از قطعات چینی استفاده میکنن. یه سری تولید کننده زیاد چینی شکل گرفتن که این قطعات رو تولید میکنن و تنها روشی که ما میتونیم سهم بازار رو افزایش بدیم یا بتونیم درآمد این شرکت رو افزایش بدیم اینه که بریم رو باکس آخر کار کنیم و بریم کاری بکنیم که با قیمت کمتر یا با کوالیتی بالاتر یا اصلا از اول بی‌نیازی از قطعات جانبی به خریداران خودمون سرویس بدیم که بتونیم سهم بازارمون افزایش بدیم. پس سوال پرسیدن درست هم یک نحوه مفهوم انتقال مفهوم هست و موقعی میتونیم سوال درست بپرسیم که باز هم ساختار داشته باشیم، فکر داشته باشیم، از جواب شروع بکنیم، بتونیم بشکنیمش به باکس های میسی و بریم سراغ هر کدومش و سوال درست رو بپرسیم و بعد که سوال درست بپرسیم و به جواب رسیدیم همینطوری هم مفهوم رو انتقال بدیم و طرف مقابل با خودمون همراه کنیم که در این کیس همراه کردن یعنی چی؟ یعنی وقتی دوباره برمیگردیم به اون شرکت و میخوایم بهشون فروش بیشتری داشته باشیم از آخری شروع میکنیم و اینکه نگاه کنید قطعات ما قیمتش اینطوریه یا نیازش کمتره یا طول عمرش بیشتره، پس بیاد بیشتر از ما قطعات بخرید. من صحبت‌های امروز جمع بندی کنم. یک، اگر درست نمیتونیم مفهوم رو بیان کنیم و کامیونیکیت بکنیم احتمالاً درست فکر نکردیم. دو، بیان و کامیونیکیشن ابزاریه برای حل مسئله، پس باید ازش استفاده کنیم برای اینکه مسئله خودمون رو بتونیم حل کنیم. سه، بیان و کامیونیکیشن مسئولیت ماست نه مسئولیت شنونده، پس ما باید مطمئن بشیم که شنونده قانع میشه نه اینکه فقط بیان بکنیم. چهار، نحوه بیان مؤثر از پایین به بالا نیست، از بالا به پایینه. از جواب شروع میشه، بعد میرسه به ادله، بعد میرسه به داده ها و آنالیز.